حال صوفیا مثلا مشاهده میکنیم، این منظر که ما چشم خود مشاهده کردیم، والله عز وجل ما شما را و نسل های ما شما را نگاه کنه. در بر امام در اسلام آباد جای به نام ارس دارن سال خورد. این صرف یک شمه از خرافات و شرکیات البته نقل میکنه. ما به چشمای خود مشاهده کرده میره که قبله به یک سنس اینا به سوی قبر نماز میخوانند. و شما چی فکر میکنید که دری همین تعداد خیلی کثیر مردم به آغوشته هستند؟ متوجه باش اینا مشرکین هستند. اینا جهل به ناظر نیست کسی بگه اینا جاهل هستند. اینا مشرکین هستند. اگر گویا جهل به اینا حضور باشه، باز به هندوان باید جهل باید حضور باشه، به نصاران باید جهل حضور باشه، به یهودان باید جهل باید حضور باشه، به همه که به امریکای افغانستان اشغال کردن ما رو به قبیلان باید جهل حضور باشه. به این خاطر که اینا نه کتاب را شنیدن، نه سنت را گوش کردن، نه به حلقات درس نشستن، نازانه به گوشان داده شده. خب اینا باید معذور باید باشه. فقط نمی اشکال داره، مشکل پیشان است. در حالی که اینا در کشورهای زندگی میکنن که در هر جای صدای اسلام است، مردم به خاطر اسلام به زندانها کشانده شدن، مردم به خاطر اسلام کشته شدن، مردم به خاطر اسلام در این جای زندگی میکنن. در تک جای نیستن که جای جنگلات باشه. طوایف از مردم به شکل به این چرا خوشته به شدن که اینا گویا به هستن که این مردم ببینن. شما که پیشونام برن نام نمیگن که اینا اینی قبر که ما نماز میخوانیم این اله است یا آسمان و زمین خلق کرده. ایره اید کسی نمیگه، نه ایره کس دعوا کردن که ما زمین و آسمان خلق کردم. کسی گفتم که زمین و آسمان ما خلق کردم. نه خیلی مشکل دری است که اینا به هستن که ما چه قسم خود به الله برسانیم، باید توسط از افراد خود به الله برسانیم. از این خاطر یک حادثه را اختلاق کردن و ساختن بین مولانا و بین شمس. حادثه را نقل میکنن که گویا کنم وقت میگه شمس روان بود و از با آب خود انداخت گفت یا الله یا الله، در سر آب را میرفت. یک کسی دیگه میره مشاهده کرد گفت بیاین که ما بگم یا الله یا الله، گفت یا الله غرق شد. نزدیک بود غرق شد، گفت برای شمس را که یا الله تو یا شمس بگو، به خاطر ما خب الله رسیدیم، تو خو نرسید، تو باید اول بر ما برسی. باید یا شمس بالا سر آب را. این قصه با صورت میگیره، باید اوه ناز و کرشمه صوفیا را مشاهده میکنیم در مجالس که همگی دلالت به چی میکنه؟ دلالت به شرکی طایفه میکنه. این کسی به اعتقاد باشه اعتقاد بگذار که به اعتقاد نباشه. کسی کار انجام داد مشرک است. از این خاطر ما همیشه علما را به این مطالبه میکنیم که مسائل برای مردم بیان کنن. در این مساجد ما نشستیم که بینشینی شرک با واو و صراح و که انتخابات است. این را گذاشتن که به یک چیز دیگه صحبت میکنن. در پیشروشان مشرکان نشستن. اینا را چه نجات بتن از مردم؟ برای مردم اصل به می است که باید برای مردم بیان شه، حقایق برای مردم بیان شه. بگذار که تهمت مردم تو را تهمت کنند، بر تهمت در پشت چشمان است. حالی مشکل شفاعت از این پیدا میشه که گویا اینا حتی چی میگن؟ حتی با بعضی که نشسته برخواست یا کتاباشون بخوانن کسایی که می خبر پرست هست، اینا به این عقیده هستن که ما وقتی که مثلا در قبر میریم زیارت میکنیم، چون همی کسی که قبر که صاحب از این قبر باشه در اینجا که مدفون است، این خود در نعمتهای الله عز و جل دیگه غرق است. از این خاطر که ما باید زمین انوار ما باید مستفید شویم، ما باید غرق از این صاحب از این قبر شویم. وقتی که در قبر اینو غرق شویم، از این خاطر شما مشاهده میکنی در اطراف قبرها به این شکل می باشن. وقتی که بیرون میشن پشت نمیکنن، نماز مسجد کلی که پشت میکنن، از کعبه کس پشت میکنن. اینا با این قدر به این شکل بیرون میشن، به این شکل اینجا را بوسه میکنن، طواف میکنن، خاک از این خورده میشه، بازارها شرک مرتکب میشن، باز میگن ما امت محمدی هستیم. محمد هم شما بیزار صلی الله علیه و سلم، قرآن سنت هم میگه شما بیزار. متوجه باشید یه اسلامی است که اینا مشرکی هستن. بالا نماز جنازه خوانده میشه، اما مقابر مسلمان دفن شوند، با اینا باید مقاطعه باید صورت بگیره و این بیان شد که شما در شرک هستین، شما خودت چی بتین؟ خدا نجات بدین. به این طوائف از مردم وفات کردن، مردم نمیشه که گذاشته شده. بزرگترین مشکل همی است که اینا گویا به هستند که همی شخصی مدفون که است، این از منزلت برخوردار است که میتونه حالات تغییر بده.